بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. در سنن ترمذی ابی هریره رضی الله عنه روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب و خسر. اولین چیزی که حساب کرده شود در روز قیامت این نماز بنده باشد. اگر نماز او اصلاح باشد در حقیقت نجات یافت. اگر نماز او ناقص بود به تحقیق آن شخص از نفران زیان دیدگان باشد. نماز در اسلام مکان بزرگ را اشغال کرده است. نماز این از رکنهای اسلام است. آن شخص بی نماز در نزد الله قدر و قیمت ندارد و در نزد الله نجات نیابد آن انسانی که بی نماز باشد و در چهره آن انسان نور نباشد در روز قیامت. چون حدیثی در مسند امام احمد آمده است که عبدالله ابن عمر روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: من حافظ علیها كانت له نورا و برهانا و نجات یوم القیامه و من لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون و فرعون و هامان و ابی ابن خلف. کسی نماز خود را حفظ کرد در روز قیامت برایش نور باشد و حجت و نجات یابد در روز قیامت. و اگر کسی نماز خود را ترک کرد در چهره آن انسان نور نباشد و حجتی نیست و آن شخص نجات نیابد و او در روز قیامت با همراه قارون و فرعون و هامان و با همراه ابن خلف باشد. این کفر 4 نفر شخصیت ها خیلی بزرگ بود و انسان بی نماز با همراه این 4 نفر است در روز قیامت. آن اکثر انسان هایی که در زمان ما اعتقاد دارند و می گویند نماز مهم نیست، اول قلب پاک باشد و به دیگر شخص ها ضرری نآوریم. سوال این است که قلب بی نماز از کجا پاک خواهد شد؟ بهترین شخصیت از انسانها، پاکترین قلب و دوست داشته‌ترین شخصیت از انسانها در نزد الله این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشند. اما خود رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز می‌گذاشتند. همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین زنها باشند. قلب آنها پاکترین قلبها بود. اما آنها نیز نماز خود را برپا می داشتند. آیا قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم پاک نبود؟ یا همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم قلب آنها پاک نبود؟ نه، قسم به الله، این اعتقادهایی که قلب پاک باشد نماز مهم نیست، این همه خود فریب کردن است. الله سبحانه و تعالی بسیار در آیاتهای قرآن منافقها را مذمت کرد که آنها در عذاب سخت جهنم گرفتار خواهند شد که الله در سوره نساء می فرماید: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. البته منافقان در پسترین طبقه های آتش هستند و هرگز برایشان یاری دهنده نیابید. و اینچنین الله سبحانه و تعالی در همان سوره نساء از نماز منافقها خبر داد و گفت: ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قلیلا. الله گفت منافقان الله را به گمان خودشان فریب کردن می‌خواهند و حال آن که الله آنها را موافق فریب و مکرشان جزا می دهد و چون بر نماز برخیزند با ناچاری و تنبلی برخیزند. قلبهای آنها به نماز علاقه ندارد و به خود نمایی ریا نماز بخوانند و الله را در نماز خود خیلی کم ذکر کنند. در این آیات الله سبحانه و تعالی از نماز منافقها خبر داد، یعنی آنها نماز می گذاشتند. اکنون چی باشد آن حال مسلمان هایی که کلی نماز خود را ترک کردند و می گویند قلب ما پاک است؟ یا در سوره ماعون الله سبحانه و تعالی می فرماید:
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای بر آن حال نمازگزارانی که در وقت نماز غافل باشند، یعنی نماز را در وقتش برپا ندارند. در این آیات الله سبحانه و تعالی تحذیر کرد به نمازگزارانی که در وقت نماز خود را نگذارند. چی باشد حال آن مسلمانی که در طول حیاتش سرش را باری به سجده نگذاشت، یا آن شخصانی که با سبب مشغول بودن با دنیا وقت ندارند برای برپا داشتن نماز. الله برای ما انسانها در یک شبانه روز 24 ساعت وقت داد. آیا ارزنده نیست که 5 یا 10 دقیقه این وقت را برای نماز صرف کنیم؟ زیرا روزی می شود که این صاحب وقت دهنده برای ما وقتی ما را به انجام رساند با مرگ. الله سبحانه و تعالی در سوره مدثر خبر داد که وقتی انسانها را عذاب کرده می شود در جهنم، ملائکه ها پرسان کنند از آنها: ما سلککم فی سقر؟ ملائکه ها پرسان کنند چی از سبب عذاب کشیدنی شمایان در سقر؟ سقر این یکی از نامهای جهنم است. آن شخصان در جواب گویند: قالوا لم نک من المصلین. اولین سخن آنها این باشد که به ملائکه ها گویند: ما از انسانهای بینماز بودیم. و این چنین در حدیث در صحیح مسلم آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: بین الرجل و بین الکفر و الشرک ترک الصلاة. بین مرد و بین کفر و شرک این ترک نماز است. و در دیگر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. عهد و پیمان بین ما و بین آنان یعنی کافران نماز است، پس کسی اگر ترک کرد به تحقیق کفر ورزید. زیرا سبب و مقصود پیدایش انسان این الله را یگانه عبادت کنند، چون الله سبحانه و تعالی فرمود: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من نآفریدم جن و انسانها را تا مرا عبادت کنند یگانه. و این چنین مقصد فرستاده شدن رسولها و پیغمبرها تا آنها برای قوم خود امر کنند برای عبادت الله. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله گفت به تحقیق ما فرستادیم پیغمبرها را برای تمام امتها تا امت عبادت کنند یگانه الله را و دور باشند از همه عبادت طاغوت. و این چنین سخن تابعین عبدالله ابن شقیق گفتند: كان اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاة. نظر اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم این بود که به یگان ترک عملها کفر حکم نمی کردند جز آن انسانی که ترک نماز کرده است. و در آخر با یک حدیث خواستم سخن را به انجام دهم که در سنن امام احمد و نسائی آمده است که انس ابن مالک رضی الله عنه گفتند: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة الصلاة. وقتی به رسول الله صلی الله علیه و سلم مرگ حاضر شد و خراس از گلویشان شنویده می شد با سبب برآمدن مرگ، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم وصیت عام می کردند، می گفتند: الصلاة الصلاة. نماز را برپا دارید، نماز را برپا دارید. این بود وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم به کل امت در آخران لحظه های مرگ خود. و صلی الله و سلم علی عبدک و رسولک نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.